سلام بفرمایید اولا بفرما بفرمایید خیلی خوش آمدید ما یک میتینگ دیگه داشتیم به خاطر تقاضای بسیار زیاد. خیلی مقدم به عزیزان یوتیوب تاج سر هستین شما. اون اولاغ بگو غذا نخور، من گفتم جلسه قبل با غذا نمیخورید، بحث تخصصی است. دکتر کلوک هستم، روانشناس، فیلسوف، دانشمند، تحلیلگر، ترانه‌سرا، موزیسین. انقدر کارهای زیادی میکنم یادم. طراح، نقاش، نویسنده، گیرنده، نجار، برنده جایزه جنگ سوبل. برای عزیزانی که نمیدونن، با یک ترانه جدیدی خدمت شما هستیم از خواننده نمبر 1 تاریخ، بابک رهنما، که خودشو خواننده نمبر 1 تاریخ میدونه. حالا با این کار نداریم پیشون خواننده نمبر 1 هست یا نه. یه خورده نور آنو بیشتر کنید لطفا. و ترانه‌ای که انتخاب کردیم من سگ میخوام، مطمئنا همتون گوش کردید، ولی نکته اینجاست که یک ترانه معمولی نیست. یعنی ما باید بدونیم که این آدم یک ترانه نمیشه که صرفا میگه خب من این حیوان رو میخوام اون حیوان نمیخوام. همین هستش. کار داریم امروز، خیلی کار داریم. شروع میکنیم ترانه رو. من سگی میخوام، من سگی میخوام امشب، من سگی میخوام. یه نون بربری هم بیار که استفاده بکنیم. مرسی. من سگی چیواوا میخوام، گربه نمیخوام امشب. گربه رهنما خواننده نمبر 1 تاریخ هست تا ابد. خداگاهت واسم بی نظیره. حالا ما امروز نمیخوایم ریاکشنی بریم. بنده خیلی مطالعات فراوانی داشتم سر این ترانه و بیشتر میخوایم یک تحلیل عمیقی داشته باشیم. ایشون در شروع میگن من سگی میخوام امشب، من سگی میخوام. هی روی این مسئله ایشون تمرکز داره که من سگ میخوام و میگه من سگ چیواوا میخوام یا چیواوا. در نگاه اول شاید فکر کنید که بابک داره درباره حیوانات خانگی حرف میزنه. این که من سگ میخوام، گربه میخوام، موش میخوام، من مار میخوام، من فنبوی میخوام، نیازهای جامعه هست امروز دوستان. ولی خیر، اگر بخوایم دقیق تر نگاه بکنیم به این ترانه متوجه میشیم که سگ اینجا استعاره شده. یعنی فکر میکنید بابک رهنما اونقدر اسکل و روانیه که بشینه بگه خب من سگ میخوام گربه؟ خیر، سگ اینجا استعاره است. سگ اینجا نماده، گربه اینجا استعاره است، امشب اینجا نماد است. توضیح میدیم امشب حتما. چیست اصلا سگ؟ به نوع و نماد چیست برای همه؟ وفاداری، اهل حفاظت از انسان، محافظه کاره و به دستورات اربابش گوش میده، هرچی بگه اجرا میکنه و در نهایت دنبال استخونه که از بالا براش پرت میکنن. فوق العاده مهربون. سگت هم داداش دیگه بالاتر از این نداریم که. در مقابلش گربی رو داریم که میگه من گربه نمیخوام امشب. چرا بابک رهنما گربه نمیخواد؟ گربه در اینجا، گربه نمادش چیست؟ نمادش چیست؟ گربه نماد یک حیوان مغرور، مستقل، بی‌اعتناست. درست مثل جریان‌های چپ که همیشه دنبال شکستن ساختارها بودن ولی در عمل ریدن.
من عزیزان باید با واقعیت روبرو بشید که بابک راهنما داره غیر مستقیم راجع به جناح‌های چپ و راست صحبت میکنه. بله شاید تعجب انگیز باشه سگ در این ترانه نماد راست است، جناح راست. چه وقتی در ترانه ایشون اعلام میکنه که گربه پشتم و خط مینداز، من امشب گربه نمیخوام. آقای بابک راهنما داره غیر مستقیم اعتراض خودش رو میرسوند. هستا این رائفی پور کتبش هم از ماهی کپی میکرد، اسنادش موجود و دیگه از هم نمیتونیم استفاده کنیم. بله رائفی پور شاگرد بنده بودن. من گربه نمیخوام امشب، گربه پشتم و چنگ میندازه. ایشون آقای بابک راهنما یک افشاگری بکنم ایشون چپ بوده، ایشون چپ بوده. اینجا داره یک درد تاریخی رو در خودش فریاد میزنه. اون از چپ خورده بوده، یک چپی بوده که بعداً زخم بدی خورده ازش، چون چپ از وعده های برابری، از شعارهای روشنفکری استفاده میکنه. اینجا گربه نماد چپ ایدئولوژیک ماست. در واقع اینجا به ایران معاصر داره میپردازه عزیزم. اما نکته طلایی اینجاست، چرا بابک تایید میکنه در کل آهنگ امشب من سگ میخوام، سگ میخوام، سگ میخوام. تاکید روی امشب است. امشب چرا نگو فردا؟ من فردا سگ میخوام. حالا امشب رو صبر کنیم. امشب چرا امروز نه؟ انزان شاعرانه است این ترانه در این حال، یعنی نه فردا نه دیروز، امشب. این امشب بار زمانی مهمی داره. یعنی ما در تحقیقات میدانی خودمون به این نتیجه رسیدیم که امشب در ناخودآگاه بابک به معنی دوره گذار از شب به راسته. شب یعنی پایان عزیز، سیاهی. بابک داره با اینکه اون روزش تموم شده، کار از کار گذشته، همین امشب اون سگ نازنازو رو میخواد. حالا چرا سگ چواوا میخواد؟ اینا نکته است، اینا رندوم نیست عزیز، رندوم نداریم اینجا عزیز. حالا بحث جنجالی اینجاست، خیلی ها نمیدونن افشاگری بعدی در اسناد قدیمی کتابخانه کلوخیه که اسناد موجوده، که البته فکر کنم کتابش هم موجود هست، شما میتونید سرچ بزنید. بابک راهنما افشاگری جدید پسر آقای علی راهنماست. هیچ وقت بابک راهنما از پدرش صحبت نکرده. پدرش علی راهنماست. علی راهنما کیست؟ علی راهنما کیست؟ شما بنویسین کتاب چپ رادیکال در ایران، ببینید چی میاد. نویسنده این کتاب معروف چپ رادیکال در ایران علی راهنماست. یعنی کتابی که خودش واکاوی تراژدی چپ بود. انگار بابک در ترانش داره با پدرش تصویر حساب ایدئولوژیک میکنه. امشب من سگ میخوام، امشب من سگ چواوا میخوام. پدر چپ نویس و پسر چپی که راست طلب شده. پدر کتاب نوشت درباره رهایی از کپیتالیسم، پسر میخونه درباره سگ چواوا. و پسر پس وقتی بابک میگه من سگ چواوا میخوام، چرا میگه چواوا؟ فکر میکنه رندومه؟ خیر،
داره میگه بابا من دیگه اون گربه مارکسیستی تو نیستم. داره میگه بابا من دیگه اون گربه مارکسیستی تو نیستم. من سگ شدم، یک سگ کوچیک. من یک سگ چواوا هستم میخوام، یه سگ بوگویی چواوا، یه سگ کوچولو اما آزادم، یک سگم. ترانه من سگ میخوام، نه درباره حیوانات، نه درباره عشق، بلکه درباره تحول تاریخی ذهن ایرانی چپگرایی روشنفکرانه به محافظه کاری واقع‌گرایانه خسته از آرمان هاست. یعنی این ترانه هم بعد شخصی داشته برای بابک راهنما عزیز، هم نگاه به ایران معاصر داره. جریان هایی که عزیزان اگر مطالعه کرده باشن میدونن جریان چپی که ایران را هشت در واقع بابک راهنما با همین دو تا خط ساده کاری که تو صدها مقاله سیاسی نتونستن بکنن عزیز. نمیخوام امشب سگ وحشی و در ترانه آخر میبینی که بابک صدای سگ در میاد، بابک راست شد. و اینم از این عزیزا، این ترانه فرای درک بشریت هست، فرای درک نسل امروز ماست. قدر این ترانه رو بیشتر بدونید و اگر خواستید ترانه دیگه تحلیل بشه، تحلیل امیر اینزی بچه یوتیوب برام بنویسید، از تک تک اینا پول دو برابر حساب کنید، زمان ما بیشتر شد. بفرمایید دست نزنید. مرسی. من متعلق به همتون نیستم، فقط بچه یوتیوب. خدا نگهدار. مرسی.